یو سلام بر دوستان گل، امیدوارم کمرتون پر و دولاتون دراز باشه. امروز اومدیم با یه چلنج مشتی آقا، یه ویدیوی مشتی میخوایم یه کاری بکنیم. قراره انقدر راب بزنیم تا کون پیدیو خونی بکنیم و گلمون هم اینه تا 1 میلیون برسیم و هر جا اگه پلیس ما رو پس اونو بزنه ویدیو تموم میشه و پولایی که در دست ما اصلا داخل بانک هم نمیتونیم بذاریم. آقا بریم که امیدوارم کونمو خونی نشه دیگه. آقا بریم. خب دوستان گل اومدیم حالا شاپروری اول، امیدوارم پلیس نیاد و این پولمو به جیب بزنیم. آقا بریم وایسی منتظر بمونیم تا این عقب مونده بیان پسمون رو بزنن. البته نه، ما پسشون رو بزنیم. آقا ما پسشون رو بزنیم. فکر کنم اومدن. پیدیای مزلف اومدن. حالا من فقط یه چیزی رو فهمیدم که من داخل جیبم فقط بله. بریم آقا مذاکره بکنیم باشیم، بریم ببینیم چی میشه. بسا جناب حالت کوچولو، آقا مایل به مذاکره هستین؟ آقا یکیتون بیاد. آره من مذاکره میکنم. خوب هستی؟ بیاید داخل، من فقط صدا شما رو شنوم. تفنگم بذار جیبتون، ممنون میشم. آقا خوب هستید؟ خانواده خوبن؟ امنیت تفنگ دست من برای شرایط ما اینه که بفرمایید. میگیریم طبق معمول. خب به خاطر اینکه یه ذره راه اومدید بله 10 ماه هم جیل میزنیم. 10 ماه؟ اصلش 15 ماه چون راه اومدید. الان 10 ماه خیلی زیاد. تفنگا رو آقا نگیرین، حداقل ما یه ذره چیز کنیم دیگه. قانونی نیست. اگه مجوز داشته باشم چطور؟ بازم گرفته میشه. ای بابا چی، ولش کن. برو. خب دوستان گل، آقا مثلا تفنگای ما رو بزنم به جیبم، به برخورد میذارم حالا پسمون نره همین اول. بسم الله ویدیو تمام شه. آقا بریم ببینیم داستان چیه. بریم تا حکم بدن اینا. یا علی حکم دادن دوستان. دست راست ریزی بگیرم. راست شدم این اول. بسم الله. اوکی یکشون داونه و اینا. اوکی ایم هم خیلی وقت نبودم اجی گایده ایم. اوکی خیلی دارم شو میدم به ایشون و یه تیر زد به دستم. تمام شد. آقا بسم الله. موفق باشی. جیب بنازم را به جیب زدیم. خب ببینیم حالا چقدر در آوردیم. نگاهی بندازیم و بله 30K پول کثیف. دست میکنم یه ذره قراره زیاد باشه این ویدیو. بریم راه بعدی. 3 hours later. بابا چه میکنی جانم؟ مدت رو چه بگی من یه دور برم بیام؟ تش سر کی رو آمدم به یه دور باش بزنی بری؟ نظر کیه؟ خب دوستان گل اومدیم یه فیلیکایی استارت کنیم با یه بند خدای من از خیابون پیداش کردم. حالا دوستان نظرتون با یه جواهری چیه؟ من فیقش کودم من جان گاما نری؟ کرکس جان تو گانی داری؟ من سنگین ندارم. آقا یه نمیای یه بانکی فیلیکای چیزی بزنیم؟ خب من که چی ندارم. تو بپیچ برو، من با این آقا کرکسم. ساری سوار ماشین اشتباهی میشید. بیا بندو بریم. برو اوکی واسه بریم آقا. آره والا حالا میخوایم بریم یه رفته الان بلوتورچ بخره برامون بیاد. امیدوارم پسمون رو نزنن آقا، خیلی خوشحال میشم. بریم ببینیم تا چی میشه دیگه. ببین این تیمای بغل واسه ببینم. خب دوستان گل، یه DM کارایی ایوا همین رفتن CS اومدن ما رو سعی کردن بزنن. حالا عاقبتشون زیاد عاقبتشون زیاد خوب نشد. الان هم که هم رفتن سیو هم پسشون خورد.
حالا بریم به رابمون برسیم. خب دوستان گل، همونجوری که میبینید حالا بعد از اون ماجرا بازم اومدیم بولتورچو خریدیم و با این بودجه آقا کسی که ما پیدا کردیم وسط خیابون داریم رابو میزنیم. حالا دیگه ببینیم تا بشینیم تا پیدی بیاد. 3 hours later. تمومه. بگی چی تو بگی، من با شما مذاکره کنم. جامعاتو رو بگیر. خب دوستان داریم میریم برای مذاکره. دولاتون رو بکشید بیرون، وازلینه بزنید سر کیرتون و بریم باهاش مذاکره کنیم. حاج آقا سلام قربان. خواهد هستم، شاد خوبه؟ چاکرتم، احوال خانوادت خوبه؟ من مذاکرم به شما بگم یه بار دیگه. آقا بفهم بگم. میگیرم ازت. خب گانم ازت میگیرم. خب زندانم میندازم. خب برادر من بیا یک چونی هم بکن دیگه این وسط. دیگه چی میخوای؟ شاید هم ممکنه اینجوری بشه. خب آقا حالا شما بیا به ما یه حالی بده، یک کونی به ما بده، ما بده. یا آقا میشه گمشی بری بیرون؟ آدر پولشو میذاره، خدا خیرت بده. درست صحبت. یک سوال دارم، ایشون چی میگه؟ با ایشون درست صحبت کن. ما همین بهت گفتیم درست صحبت کن. یکی دیگه داریم آقای چی هستن ایشون، اون یکی دیگه یک ذره با مولانتر با شما مذاکره میکنن. مولانتر یا بلندتر نمیدونم من. یه برو گم شو بیرون یعنی چی دیگه؟ یعنی بیا برو گم شو بیرون. نه به تو نیست. توهین کردی به مامور الاسپدی دوست عزیز. شما تفنگو بکن در باسن خیش دوست عزیز، داریم مذاکره میکنیم ممنون میشم. الان اینجا هایرنگ کیه؟ هایرنگ بنده هستم جان. قربان سیبیلات برم من صدفان جان. سیبیل نیست اینا ریشه. خب ریشه ای بابا کن جانم. این آقا ول کن واسه مذاکره. خب دوستان حکمو دادن بریم تو کار. داره تخمام جلز بلز میکنه. صوتم پنجم کن. کارش مشکل داره، پول گذاشتم اونجا. محترم کارت مشکل داره. پوله اصلا به تو کاری نداره، داشت اون طرف دره. کارت مشکل داره. پوله اصلا اون طرف دره داداشم من. ولش کن بابا ولش کن. اینجا من یه بار خیلی بد هت خوردم اجی خواهی کردم. به نازم حالت گندت افتادی زمین بابا یعنی چی؟ منو چیز کن بلاکتون نکنم. منو کارامو بکن. یه تیر خورد به دستش. ببین طرف جدی تو رو نگیرم. ببین شما خیلی در تلاشی. بمیر بابا. بیا یکی دیگه هم اومد. دو نفر دیگه زندن. 2 نفر. LSMD در حال یعنی چی؟ لاکر داره که پیرمرد کسیش. به نازم کرکس جان. اینم تموم. خدا خیرتان بده. جان سلامت باشید آقا، سلامت باشید. خب دوستان راب تموم شد. بریم ببینیم چقدر پوله و داداش 1 میل پول کسی فجی بمونه. بریم. A few moments later. خب دوستان گل اومدیم پول شوی. حالا ببینیم چقدر پول تمیز بهمون میده. 1,300,000 کی فکر کنم. واسه من بزنم یا 1,30,000 یا 1 بریم ببینیم. 1 2 3 4 5 6 7
داداش 515 که بریم مشتی داد. خب نصف پولو گرفتیم، فقط نصف پول مونده. امیدوارم فقط پیدیامار نگیرم. بریم که داشته بسه راه بعدی. خب دوستان اومدیم دوباره راه استارت کردیم و امیدوارم شانسمون بگیره دوباره پس این پیدیا رو بزنیم و آره دیگه وایسیم تا اینا بیان. بریم ببینیم چه میشه. A few moments later. تموم شد مذاکره. تموم شد بگو من تیر بزنم. ای چی 45 ثانیه داشت، 1 دقیقه 28 ثانیه مونده این. ای وای. خب دوستان راب تموم شد. قلبم تیر بزنم تا این پیدیا بیان. یا علی مدد. خب بچه ها حکمو دادن بریم که داشته باشه باجی. دوباره من تو خود دارم فشار میدم. نه دست صفر دارم. محمد جون سب نه یه دقیقه سب رول زدم اومد داخل. باجی این دفعه یه چیزایی بلدن. داونه پی 50 رو بکشیم از فاصله دور دادش. رو شد داخل. این چیه دیگه دست من؟ بعدم بهشون تحویل بده. آره تحویل میدم بهشون. نمیدونم چرا دستمه. چرا نمیاد داخلی؟ نمیدونم. اومد داخل. مشتیاره اومد. بیا دارم خایام رو فشار میدم. داونه تمامیم. بیا برو سرچ کن واسه دو بزنیم. آقا بابا سرچ هم نمیخواد دادش. آدمای خوبی هستی. فقط اگه شما چیزی میخوای بردار حالا چیز نکن. هنجرات خرابه. برو اوکی میدونم. برو A few moments later. قلبي وما تخذلني بغيت وكما حسيت راسي وشي. خب دوستان گل دوباره اومدیم و بریم که پولا رو چیز کنیم. خودتون میدونید دیگه قضیه چیه. بریم که تمیزشون کنیم. خب دوستان گل همونجوری که میتونید ببینید حالا یه CK کم شد. حالا اشکالی نداره. ایشون میخواد بره. آقا دست ایشون درد نکنه. آقای کرکس اومدن کمکمون کردن. اگر روزم چالنجای اینطوری میخواید حتما کامنت بذارید و اگه تا اینجا ویدیو نگاه کردید یه شیر ایرانی تو کامنت ها بنویسید. آقا میخوام ببینم. ممنون میشم بخواید چنل دیسکورد ما هم جوین میبید چت کنید تا بقیه هر کاری میخواید بکنید. آره دیگه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا حافظ دیگه. دولاتون رو جمع کنید و برید تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا حافظتون.